مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از دو صدمه مرگاور در حدود نویه کوشانیان وادی وخش ولایت ختلان خبر داد. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی، شب 27 مارس سال 2024 تخمینا ساعت 20:15 دقیقه نابالغ رحمانوف عبدغنی سال تولدش 2008 ساکن نویه کوشانیان ماشین تمغه تویوتا کارولای پدرش حسنوف ظفرجان سال تولدش 1978 را با نیت سواری گرفته جوره‌هایش را به ماشین سوار کرده است. اما هنگام حرکت از سمت شهر باختر به سمت جماعت دهات زرگر نویه کوشانیان در روی ماشینگرد حدود دهه نفکار نویه مذکور، راننده نابالغ از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده از روی ماشینگرد به طرف راست کنار راه برآمده است و به درختان توت کنار راه برخورده ماشین را چپ کرده است. در نتیجه مسافران داخل ماشین نابالغان ابراهیم و فرهاد و محمد علی محمد سال تولدشان 2008 ساکنان نویه کوشانیان جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. بعداً فرهاد ابراهیموف به علت جراحت‌های وزنی برداشته‌اش در بیمارخانه به هلاکت رسید. بنا به خبر دیگر 28 مارس سال 2023 تخمینا ساعت 11:30 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل استرا سید علی اسماعیل سال تولدش 1997 ساکن شهر لیوکند هنگام حرکت از سمت دهه بهادران به سمت شهر باختر در حدود نویه کوشانیان از سوده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به ماشین تمغه تویوتا کارولا که به محیدینوف امام مهدی سال تولدش 2001 ساکن شهر لیوکند تعلق دارد برخورده است. در نتیجه مسافر اوپل استرا کوزی و الفیه سال تولدش 1992 ساکن شهر لیوکند در جای حادثه به هلاکت رسیده است. راننده اوپل سید علیف و راننده ماشین تمغه تویوتا کارولا محیدینوف و مسافران آن رحمان و جمال بی سال تولدش 2001 ساکن شهر لیوکند و نابالغ مجیدزاده شودی سال تولدش 2006 ساکن شهر کولاب جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. وزارت کارهای داخلی گفت اوایل بین حادثه و تحقیقات ادامه دارد.